جاده‌های پرخم و پیچ و شرایط نامساعد راه‌های ولسوالی پنجگانه دروازها در بدخشان. نبود زیربنای مناسب، لغزش سنگ‌ها، بارندگی‌های شدید و برفباری، جاده‌های تخریب شده، گودال‌ها و شگاف‌های عمیق خطرات ترافیکی را در این مسیر افزایش داده است. موجودیت راه‌های دشوارگذری ولسوالی پنجگانه دروازها سبب تأخیر در انتقال مریضان و کمک‌های اضطراری و واژگونی وسایط نقلیه می‌گردد. باشندگان این ولسوالی‌ها از مسئولان امارت اسلامی خواستار ترمیم و بازسازی مسیر ولسوالی پنجگانه دروازها هستند. ما از راه قندوز یا شیرخان بندر میریم، بار میخریم، بار میگیریم، به طریق تاجیکستان میاریم. وقت زمانی میشه که به یک هفته به 2 هفته باری ما نمیرسه. باری ما نمیرسه، کلی خوردنی با ترکاری ما خراب میشه. اگر که بزرگای ما بتونن سرکی مخری ما را باز کنن به طریق چیزی افغانستان و دلسوزی کنن، باری ما بهتر خوبتر است. خودتون در بعضی ویدیو گرفتین، مقصد خرابی هم داره و خوبی هم داره. متاسفانه در بین همی 5-6 ماه گذشته تا 12-13 موتر ما حساب کردیم، از لنگروزر گرفته تا پایکه و دیگه موترها چپه شدن و 12 نفر اینا کشته داشتن. دیگه از مسئولین میخوایم که یکم توجه داشته باشن. مقصد خیلی خراب هم مثلا مثل قبلا مثلا بعضی جاها می اومدیم ما یک تایر موتر کاملا از سرک میبرامد. فعلا دیگه همه تا است که مقصد همه قمیشه که موتر جای به جای در سرک جای میشه. دیگه انشالله که توجه صورت بگیره خوب میشه. مسئولان امارت اسلامی ولایت بدخشان از بازسازی سرک این ولسوالی ها در سال آینده اطمینان میدهند. در این باره امارت اسلامی الحمدلله قد یک شرکت قرارداد کرده و لبلب دریای 5 تو از ولسوالی ینگی قلعه تا ساحه شهر بزرگ آویز تا او جرای سرک کشیده میشه. از ساحه شهر بزرگ آویز باقی مانده سرک تا ساحه اشکاشم چند کیلومتری که باشه، همچنان طولش از ساحه آویز شهر بزرگ تا اشکاشم است و برش که از 8 متر سرک جور میشه. انشالله با تمام هموطندارا که در ساحه ولسوالی های درواز زندگی میکنه یا از بالاتر در هر جا که هستن، پیام مایی است که در قریب انشالله شرکت کار خود شروع میکنه. سرکی دشوارگذر و پرخم و پیچ ولسوالی پنجگانه دروازها هر از گاهی گواه رویداد ترافیکی بوده در پی آن دهها کشته و زخمی بر جای میگذارد.